شبتون بخیر. روزهای گذشته ما شاهد واقعی دلخراش بودیم و تراژدی در پی مرگ یک قهرمان کردی به نام آقای مصطفی سلیمی، انسان قهرمانی که یک تنه به دل تاریکی و سیاهی زد و مرکز فرماندهی نیروی انتظامی شهر سقز رو مورد حمله خودشون قرار داده بودند در سال 1382. بعد از ماجراهای کرونا و سناریوهایی که دولت ایرانی متقاعد آن برای اتفاقات پیش روی کرونا پیش بینی کرده بودند و سناریوی آزادی زندانیان، گویا این فرد نیز دربه زندانیان فراری بوده. اما ماجرایی که اینها را به صدر اخبار آورد و امروز افکار عمومی جامعه این کردوار ما را مورد بمباردمان قرار داده، همسویی، هماهنگی و بمباردمان ذهنی است که کانال‌های مختلف میدیایی همکاری می‌کنند در طرح یک روایت و یک سناریو از مرگ یک قهرمانی که هیچ کسی آماده نیست مسئولیت عمل انقلابی او را بر عهده بگیرد و عمل انقلابی او را از جنس اعمالی که خودش مشروع می‌داند، درست می‌داند و انقلابی می‌داند معرفی بکند. و به همین خاطر شما ببینید آقای مصطفی سلیمی سعی در مخدوش کردن چهرش می‌کنند. اخباری که مخابره شد، ابتدا سعی کردن راهزن، باجگیر، آدم کش، بعد در بهترین حالت سناریویی که در نظر گرفتن زندانی سیاسی بود و هیچ کسی عمل انقلابی آقای مصطفی سلیمی رو برجسته نکرد و کسی هم حاضر نیست از کارنامه او دفاع بکند. کسانی که ما مد نظرمون هست آدرس هایی است که کورپوریشن های منطقه، مشخصا دولت یهودی آنوسی ایرانی، برای سرزمین کردوار ما ساخته به نام احزاب کردی، کمله، دموکرات، اتحادیه میهنی، پارت دموکرات کردستان عراق، PKK و نهادهای مختلف و سلیبریتی ها و چهره های مختلف. امروز ما میخوایم هم این سناریو رو تحلیل کنیم، هم همکاری نهادهای مختلفی که کلونی دولت ایرانی و بیت رهبری و سپاه پاسدارانش هستند، علل خصوص تلویزیون ایران اینترنشنال، با همکاری علی جوانمردی و با همکاری کردن با علی جوانمردی در تایید، بست و گسترش این سناریو. ببینید، شما به عنوان یک رسانه البته که بایستی آزادی بیان داشته باشید، البته که بایستی پر بگید، اما شما حق ندارید دروغ بگید. اونجایی که شماها دروغ میگید و مردم حق دارند بشنوند، آگاه بشوند، اما مردم مختار نیستند که دروغ بشنوند. یعنی شما از اونها ذهنیت سازی بکنید برای نیات مشخص خودتان، اون کاری که تا به حالا کردید. و همین خاطر ما امشب میخوایم با مصاحبه هایی که ایران اینترنشنال از علی جوانمردی و فایل هایی که ایران اینترنشنال منتشر کردن و پخش کردن از کانال تلویزیونیشون، سناریوی آبکی، ساختگی و توطئه مرگ آقای مصطفی سلیمی رو مشخص بکنیم. قبل ترش من این توضیح رو بدم که ما مشابه این سناریو رو در ماجرای شهرام امیری داریم. شهرام امیری اگه خاطرتون باشه سال 1388 دانشمند هسته‌ای در عربستان مفقود شد و بعد گفتن که ربوده شده و در آمریکاست و اطلاعات ذی قیمتی از فعالیت‌های هسته‌ای
جمهوری اسلامی ایران رو در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار داده. بعد از 13 ماه آقای شهرام امیری بازگشتند. استقبال گرمی به نام قهرمان ملی از آقای شهرام امیری شد و بعد آقای شهرام امیری رو در دادگاه نظامی محکوم به 10 سال زندان و 5 سال تبعید کردند. در ماجرای انتخابات آمریکا ویکیلیکس اسنادی رو منتشر کرد از ایمیل های خصوصی خانم هیلاری کلینتون در زمانی که وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بودند. دونالد ترامپ نامزد انتخاباتی جمهوری خواهان توییتی کرد که من توییت رو در پیج فیسبوک خودم گذاشتم. ببینید، بعد از انتشار این اسناد توسط ویکیلیکس، جمهوری اسلامی زندانی که داشت دوران حبس خودش رو طی می‌کرد رو 4 بامداد آغاز روز بعد از این جریان اعدام کرد. و آقای ترامپ از این فرصت استفاده کرد و گفت که اقفال و کارهای خانم کلینتون باعث مرگ همکار ایرانی ما شد. چیزی به این مضمون فکر میکنم. بعدها خانم هیلاری کلینتون در مصاحباتش گفت که این خبر و مرگ آقای شهرام امیری من رو به این نتیجه رسون که انتخابات رو نخواهم برد. یعنی دولت ایرانی به داد دونالد ترامپ رسید که دونالد ترامپ بتواند بر خانم هیلاری کلینتون پیروز بشود. سناریوی کشتن آقای شهرام امیری. ببینید، ناگهان خبری توسط علی جوانمردی مخابره شد. علی جوانمردی کارمند دونپایه وزارت امور خارجه آمریکا و به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم هدایت میشه توسط نهادهای امنیتی دولت ایرانی. کارمند پروژه های اونهاست و طی سالیان گذشته ایشون دیگه تریبون صدای آمریکا کافی نیست براش. بایستی بیاد و به عنوان خبرنگار مستقل، که خودشم به خودش میگه مستقل، در فضای شبکه‌های اجتماعی نیز ذهنیت مردم رو بمباردمنت بکنه، مشخصاً در راستای پروژه های بیت رهبری. اونم در کجا؟ در اقلیم کردستان عراق. این اقلیم ظاهراً اقلیمات است، اقلیمات بسیار است، یک اقلیم نیست. حالا برمیگردیم به این داستان و توضیح میدیم. ایشون در حوله سکنا گزیدن. آقای جوانمردی اومدن ادعا کردن که اتحادیه میهنی این شخص، این زندانی فراری رو تحویل مقامات جمهوری اسلامی داده و مقامات جمهوری اسلامی ظرف 24 ساعت ایشون رو اعدام کردن. بعد استدلال به این میکنه، ببینید تمام این هایی که به نام اپوزیسیون مطرح میشن، تمام اینها کلونی های جمهوری اسلامی هستن، یعنی سیستم و بالانس سیستم هستن. وگرنه تمام کارنامه جنایت جمهوری اسلامی مسئولیتش هم بر عهده اپوزیسیون بود و اینا هیچ نقشی ندارن الا تأیید و انجام دادن کارهای دولت ایرانی. بین تبع شما تمام جریاناتی که در کردستانات هستند رو مشاهده میکنید که توسط دولت ایرانی هدایت میشه. دولت ایرانی منظور من کورپوریشن ایرانی است. این یک تعاونی مالی، یک بنگاه مالی، یک شرکت دولت که ما میگیم اینا یک اساسنامه دارند. این یک دولت یهودی آنوسی است که بر این سرزمین کردوار ما حکومت میکنه. ببینید هیچ کدوم از اینها در نوکری و خادم بودن به این برادران یهودی هیچ کارنامه سیاهی ندارن.
همه نوکران دست به سینه، چاکران مخلصن، از شخص آقای مسعود بارزانی که نامه تسلیت به پدر قاسم سلیمانی بابت مرگ پدر قاسم سلیمانی و قاسم سلیمانی می نویسه تا گرفتن جشنهای انقلاب جمهوری اسلامی در هولر و سلیمانیه یا وجود حسینیه در این مراکز یا بنیاد و مرکز خمینی در کرکوک. این اون حکایتی است که ما هم میدانیم. حالا اینها دو چهره، مشخصا دو چهره رو مورد هدف قرار دادن. بعد از تحویل دادن کرکوک توسط حکومت اقلیم کردستان، اونها چهره آقای لاهور شیخ جنگی و پاول طالبانی را به عنوان خائنین به ملت کرد معرفی کردند. اینها سازمانشان، وجودشان، نامشان خیانت است به امت کردی و به این کردوار. همه بر ساخته‌های نهادهای امنیتی هستند، با ذهنیت‌هایی که از مردم ساختن و با مفاهیم فاسدی که در ذهن مردم کاشتند. اونا تبدیل شدن به آدرس انسان‌های اتنیکی قومی به نام کرد و این سناریوها ادامه داره و راپارین کردوار سربخو داره برنامه‌های دولت یهودی آنوسی ایرانی رو باطل میکنه. حالا تلویزیون اینترنشنال، اینا اگر یک کمی شخصیت برای خودشون قائل بودن، حداقل شخصیت حرفه‌ای خودشون رو رعایت میکردن. ببینید شما وقتی تلویزیونی درست میکنید به نام تلویزیون اپوزیسیون، تلویزیونی درست میکنی سعی میکنی حرفه‌ای برخورد بکنی. حرفه‌ای برخورد کردن کارش اینه که شما سعی بکنی حقیقت رو ارائه بدی، حداقل از منظر عمومی سعی بکنی این جست رو بگیری. کسانی که در این تلویزیون صحبت میکنن اصولا میرن موضع خودشون رو اعلام میکنن. کسی اینا رو نمیگیره بابت صحبتایی که میکنن تناقضات و دروغها رو قبول نکنه و اجازه نشر نده. نه، شما میبینید اینجا همه کلونی های همدیگر هستن، از کموله، دموکرات، اتحادیه میهنی، حزب دموکرات کردستان عراق، تلویزیون اینترنشنال، علی جوانمردی، سلبریتی روز درشت، هر آنچه که شما میبینید اینها هستند. حالا بریم این سناریویی که اینا مطرح میکنند رو بررسی کنیم. بیشتر هم بگم هیچ کسی و هیچ جریانی و هیچ گروهی حتی مسلح جرأت نکرد مسئولیت و تأیید بکند اقدام آقای مصطفی سلیمی رو الله راپارین کردوار سربخو. حالا به اینها برمیگردیم. ما فعلا کار داریم با این اسنادی که اینها تحت نام رسالت میدیایی خودشان برای به انحراف کشاندن ذهنیت مردم ما ازش استفاده می کنند. اگر من بتونم فایلاشون رو گیر بیارم. فایل اول مصاحبه علی جوانمردیه با این خانم که در کانال تلگرامی خودشون رو اینو گذاشتن. این همون فایله. اتحادیه میهنی میگه که خبر استرداد مصطفی سلیمی به ایران از طرف این اتحادیه در واقع رد شده. گفتن که شما این خبر رو منتشر کردید و گفتن که این خبر کذب بوده. بیشتر از شما بشنویم. خانم کیانی، من هم معتقدم تا ساعتی دیگه برای تمامی مردم کردستان و حتی ایران روشن خواهد شد که این خبر کذب هست یا اینکه تا ساعت دیگر قرار چه اتفاقی بیفته؟ تا ساعت دیگر دو اتفاق میفته. میگه اتحادیه میهنی گفته این خبر کذبه. دو اتفاق میفته. اتفاق اینه که بایستی حکومت اقلیم بیاد و بگه ما هیئت تحقیق حقیقت یاب درست میکنیم. خبر دوم اینه که سعدی احمد پیری که اینها میگند قبلتر اینو برای این آقا مهر کرده. ببینید اون کسی که در اتحادیه میهنی با این آقا همکاره،
بابت این پروژه سعدی احمد پیر است. یعنی اگر اون پاول طالبانی و اون لاهور جنگی این سعدی احمد پیره رو بگیرن 4 تا کشیده بهش بزنن، واقعیت ازش میکشن بیرون. داستان چیه؟ حالا این داره میگه که تمام اتحادیه میهنی در این دست داره. حالا میگه اتحادیه میهنی در این کار دست داره و تا ساعتی دیگر همه میفهمن. چطور میفهمن؟ خب حالا ایشون 2 تا فایل، تمام گفتهای خودشون رو مستند میکنن به 2 فایل که این 2 فایل رو برای ایران اینترنشنال فرستادن و ایران اینترنشنال بایستی این فایل ها رو منتشر بکنه که تیر خلاص این آقا بر پیکره اتحادیه میهنی فرود بیاد. اتحادیه میهنی کردستان داره دروغ میگه. 2 تا فایل صوتی در دست ما هست، یکیش از یک شهروند کرد عراقی در پنجوین که پذیرای مصطفی سلیمی بوده قبل از اینکه به آسایش یعنی اداره امنیت پنجوین تحویل. ببینید پذیرا بوده. توجه میکنید این داره طوری صحبت میکنه انگار این طرف رو میشناخته، ازش پذیرایی کرده، مهمانداری کرده، پذیراش بوده، منتظرش بوده. توجه بکنید از کلماتی که به کار میبره. حالا دقت کنید دوباره داره صحبت میکنه. ایرای مصطفی سلیمی بوده قبل از اینکه به آسایش یعنی اداره امنیت پنجوین تحویل داده بشه و دومی از خانواده خود سلیمی و صحبت‌های خود سلیمی قبل از اعدام در آخرین ملاقاتش که چی گفته. امیدوارم شما همه این فایل‌های صوتی رو هم منتشر بکنید و فکر می‌کنم که تیر خلاصی خواهد بود به ادعای آقای سعدی احمد پیره که بنده شخصا با ایشون دوستی دارم، میشناسمش و بارها همدیگر رو دیدیم و میدونه که بدون دلیل هیچ موقع هیچ مطلبی رو پخش نمی‌کنیم. آقای علی جوانمردی عالم آدم میدانند سرتاپای وجودشان عین شما ایران اینترنشنال کذبن و دروغن و همکار پروژه های بیت رهبری و سپاه پاسدارانند. از اعتصابات احمقانه سپاه پاسداران به نام سفره پهن کردن در خیابانهای بانه و کولبرها. ببینید در این دوران کرونا که هیچ کسی نون نداره بخوره، بنیاد مستضعفان بیت رهبری مشخصاً اعلام میکنه و هر کولبر 1,000,000 تومان پول میده. کولبر رو که دیگه نمیتونه کاسبی بکنه پول در بیاره و کولبری بکنه و 1,000,000 تومان میدن، به بقیه هم هیچ نمیدن. شما الان میفهمید کولبر برای کی داره کار میکنه، به فرمان کی داره کار میکنه. در یک مملکتی شخص اول این مملکت ولی فقیه بنیاد مستضعفانش اون کولبرهایی رو که داره تحت نام پدیده کولبری داره ازشون حمایت میکنه در این دوران کرونا، ولی ما بقیه مردم به درک. خب شما این داشته باشید این آقا الان داره این صحبت ها رو مطرح میکنه. در هر صورت کاملا مشخص هست بخشی از اتحادیه میهنی کردستان در استرداد مصطفی سلیمی دست داشته. مصطفی سلیمی ببینید همین خوبه. ببینید این آقا اولش گفت اتحادیه میهنی، کل اتحادیه میهنی، حالا میگه بخشی از اتحادیه میهنی. این تریبون 4 دقیقه که در اختیارشون قرار گرفته برای هدف خاصی قرار گرفته. حالا تمام اتحادیه میهنی نیست، بخشی از اتحادیه میهنی. حالا مشخصا میگه کیا. این آقا رفته در تلویزیون اینترنشنال نشسته این سناریو رو برجسته کرده، این داستان شهرام امیری، ترامپ، هیلاری کلینتون برای این 2 نفر. این فرد قهرمان، این انسان کردی مصطفی سلیمی رو دارن کلن قلب جریان میکنن، تبدیل کردن به یه بازی و میخوان پشت این بازی و درست کردن احساسات عمومی جعلی، احساساتی که هیچی توش نیست، احساساتی که هیچ عمق بینشی توش نیست. شما یک انسان کردی رو نمیبینید یا دفاع بکن از عمل انقلابی مصطفی. همه مثل پیرزنه از دور انگار مثلا دلشون به ترحم اومده، ناراحتن از این اتفاق، یه اسم احمقانه از خیانت میارند و دور نشستند و چیزی نمیگن چرا متاسفن، نمیگن چرا مرگ این انسان ضایع است، نمیگن چرا این سناریو رو برگزار کردن، برای چی همچین سناریویی درست کردن.
ایران اینترنشنال چرا همچین تریبونی در اختیار این علی جوانمردی قرار میده که علی جوانمردی یک طرف صحبتهای خودش رو بکنه بدون اینکه خانم خبرنگار و مجری از ایشون هیچ سوالی بکنه و صحت گفتار ایشون رو جویا بشه. ایشون فقط میگه که تا ساعتی دیگه رفته از این تریبون استفاده کرده تا ساعتی دیگه برای همه مشخص میشه. تا ساعتی دیگه برای همه مشخص شد شما یک مشت یاوه‌گوی کلاهبردارید، یک مشت احمقید که سعی میکنید با ذهنیت سازی اون هم به صورت بسیار ساده مردم رو تحمیق بکنید. 6 روز پیش وارد روستای گرمک شده در نزدیکی شهرستان پنجوین. اونجا در مسجد روستا بوده. بعد از اون همراه با چند نفر دیگه به پنجوین رفته. نیروهای ببینید سناریویی که علی جوانمردی میگه اینه. این آقا 6 روز پیش در روستای گرمک ورود کرده، در مسجد گرمک نشسته. ایشون یه عکس منتشر کردن از اون آقا. ایشون منتشر کردن اون عکس رو. اون عکسی که از این آقا مصطفی گرفته شده گویا میگویند در مسجد بوده، این همون عکسی بوده که آقای مصطفی که از روزی که از زندان و اون سناریو آزادشون کردن تحت تعقیب بوده و هدایتش کردن به کجا؟ به کردستان عراق. اونجایی که به گرمک میرسه اون عکس شناسایی که ازش گرفتن. طرف اصلا نه ژست گرفته نه هیچی، طرف از دوری عکس از این گرفته و فرستاده. برای کی فرستاده؟ بعد ایشون میگه که آقای مصطفی سلیمی با چند نفر به طرف پنجوین میرن و اونجا آسایش ایشون رو دستگیر میکنن. توجه داشته باشین این علی جوانمردی داره استناد میکنه به 2 فایلی که داده به ایران اینترنشنال. این گفته هایی رو که داره میگه اینجا، صحبت هایی رو که داره میکنه مستند میکنه به اون 2 فایل و اینها یعنی این که صحبت ایشون درسته. خب پس سناریو یادتون باشه این آقای جناب علی جوانمردی چی داره میگه. آسایش یا امنیت پنجوین تحت این عنوان که هیچ کسی نمیتونه از ایران وارد بشه به این دلیل که ممکنه کرونا داشته باشه و باید ابتدا تست بشه، ایشون رو با خودش. ببینید اینم دوباره یک کار احمقانه. هیچ کسی نمیتونه از ایران ورود بکنه. ایشون آردی ورود کردن. توجه میکنید ایشون یه زندانی فراری هستن. یه زندانی فراری هم اصولا از ایست بازرسی ها نبایستی رد بشه. پس اینجا سناریوشون غلطه. هیچ احمقی با پای خودش وقتی قاچاق ورود کرده به یک سرزمینی نمیره ایستگاه پلیس امنیتی اونجا. ایشون فرار میکنه. تنها چیزی که میتونه بکنه فرار کردنه. خب سناریو این آقاست میگه که تحت نام کرونا این آقا رو میگیرن. اصولا ایشون رفته اونجا چه دلیلی داره به نام کرونا بگیرنش؟ طرف ورود غیر قانونی کرده به خاک کردستان عراق. حالا چرا این داستان رو جوانمردی اینطوری میخواد بگه؟ سناریو رو کی ساخته برای اینها؟ نه اینکه مصطفی رو این کار نکردن به مصطفی. نه این سناریویی رو که برای مصطفی ساختن اینه که مصطفی اعدام شده و از بین رفته متاسفانه. نه این کدام این پسر رو برای چی کشتن؟ این مرد رو برای چی کشتن؟ اینا دارن چی کار میکنن؟ اینا از کدام آب گلالود میخوان ماهی بگیرن؟ ببینید همچین آدمایی اینا رو نمیشه با هیچ چیزی به دام انداخت. اینا نه لیبرالن، نه دموکراتن، نه اسلامیستن، نه کمونیستن. اینا هیچی نیستن. آدم نمیدونه با اینا چطوری صحبت کنه. از کدام اینا موضعشون چیه معلوم نیست. خب حالا چرا این کارا رو میکنن؟ چون اومانیستن. چطوری نه اومانیستن؟ چون کمونیستن نیستن. چون لیبرالن. اینا یه موضع مشخص بکنن از خودشون که آدم بتونه با موضع خودشون باشون برخورد بکنه. ایشون بردن و وقتی که بردنش آسایش تا ساعت 11 شب، یعنی حدود
7 تا 8 ساعت اونجا بوده، یعنی فرصت مناسب برای اینکه تماس گرفته بشه که مصطفی سلیمی کی هست. بعد از اون مسئول آسایش که اونجا فردی به اسم اسماعیل و کامران از مسئولین اصلی آسایش اتحادیه میهنی کردستان در پنجوین بودن، ایشون رو هم ببینید این احمق‌ها فکر میکنن وقتی اسم بیارن یک چیزی رو مستند کردن و قابل باور کردن. اسماعیل و کامران، تو اصلا کل داستانت داره میلنگه. خب این فوراً دوتا اسمم آغشتش میکنن به خاطر اینکه بگیم من خیلی مهمم، خیلی چیزای زیادی میدونم، این اخباری رو که من میگیرم ماهواره دارم اون سر اینا ایستاده، مستقیما از پنتاگون برای من مخابره میکنن، من نفوذی دارم در درون. ببینین چرت و پرتایی که این میگه این چیزاست که مردم دوست دارن، کارهای پوپولیستیه. تو غیبدان که نیستی، معجزه که نمیکنی، تحلیلم که نداری، مشت احمقی. پس تو بایستی یه سری نفوذی داشته باشی که به تو خبر برسونن. کیان این نفوذیای تو؟ آدمای خوبی هن، انقلابی هن، اونم از جنس تو هم. تو آدم پولکی هستی، تو اینقدر پول داری موضوع اجیر کنی؟ نه. خب تو این حرفا رو برای چی میزنی؟ دوتا اسم میاری، برای چی این دوتا اسم میاری؟ خیلی مهمه، داستان رو عوض میکنه. با 2 نفر دستبند میزنن، با خودشون میبرن به مرز سیرانبند. شیخ آباد مسئول آسایش اتحادیه میهنی کردستان در سیرانبند مصطفی سلیمی رو تحویل نماینده‌های قرارگاه رمضان سپاه پاسداران یعنی شاخه سپاه قدس میدن و بعد از اون منتقل میشه به بانه، از بانه به سرقز. 4 روز پیش در یک دادگاهی سرپایی 10 دقیقه‌ای محکوم به حکم اعدام با اجرای سریع شد. اول اینکه اینها فکر نمی‌کردن که مصطفی سلیمی در گفتگو با خانواده‌اش بتونه حقایق رو بگه که کجا بوده. چرا اینا فکر نمی‌کردن که مصطفی، چرا خانم خبرنگار ایران اینترنشنال نمیپرسه چرا اینا کیان که فکر نمی‌کردن؟ اتحادیه میهنیه. اینا فکر نمی‌کردن که مصطفی سلیمی در ملاقات با خانواده‌اش حقایق رو بگه. چرا زبونشو بریدن؟ آدم دروغگویه مثل تو، برای چی نمیگه؟ چرا اینطوری فکر کردن؟ تو چرا این پیش فرض رو میذاری؟ اینا فکر نکردن، اینا چون فکر نکردن این کارو کردن. اینا فکر کردن برملا نمیشه این کارو کردن. خب چرا این کارو کردن؟ جمهوری اسلامی به خانواده این آقا میگه که بیاید ملاقات آخرتون رو بکنید. ما جمهوری اسلامی رو میشناسیم. جمهوری اسلامی خیلی ها را اعدام کرد، خانواده‌هاشون نفهمیدن. خیلی ها را اعدام کرد، ساکا رو تحویل خانواده ها داد. مجال دیدار آخر رو هم به هیچ کسی نداد. چرا جمهوری اسلامی میذاره خانواده آقای سلیمی در دقایق پایانیشون رو ببینن، ملاقات بکنن، باش وداع بکنن؟ این آقا میگه که فکر نمی کرد بهشون بگه. تو مهلت داری با خانوادت صحبت میکنی، وصیت میکنی، حرفات رو میزنی، کی دوستم بود، کی دشمنم بود، کی با هم بد تا کرد، به کی بدهکارم، از کی طلبکارم. خب ببین این اصطلاحات احمقانه رو در تلویزیون داره به خورد مردم میده، تلویزیون ایران اینترنشنال. خب دوم این که ما عکسی رو پخش کردیم از اینکه آقای سلیمی در روستای گرمک کردستان عراق بوده. سوم این که 2 فایل صوتی در دست داریم که آیا علی جان مردی این عکس کی گرفته؟ این عکسی که تو پخش کردی، داری خودتو بمب هسته‌ای میکنی، خیلی مهمی، مرکز جاسوسی داری. این عکس رو کی گرفته که به تو داده که تو اونجا میذاری؟ اصلا چرا این آقای زندانی فراری عکس از خودش در مکانی که موجوده رو اجازه میده ازش بگیرن که به دست تو میرسه و تو این عکس رو منتشر میکنی؟ چرا این عکس رو میگیرن؟ کیه منبعی که برای تو این عکس رو فرستاده در کردستان عراق؟ نمیگی اینا رو. در صورتی که تو با یک زندانی فراری روبرو هستی که حکم اعدام داره و این زندانی فراری بایستی تمام کارهای امنیتی خودش رو بکنه. شما کی بودید که از این عکس گرفتید؟ چرا از این عکس گرفتید؟ اونم اون عکس نشسته که شماها همه دیدید. فکر میکنم میتونه قضاوت رو به مردم به صورت که اتحادیه میهنی
در این توطئه دست داشته و در حال حاضر فشار آوردن بر برخی احزاب که مشخصاً در کدام توطئه دست داشته. ببین علی جوانمردی، اگر استرداد مجرمین و فراریان جزء قرارداد فیما بین دو کشور، این توطئه نیست. کجای این داستان توطئه است؟ کجای این داستان توطئه است؟ در این توطئه کدام توطئه؟ توطئه قتل کاک مصطفی. خب توطئه قتل کاک مصطفی را کی طراحی کرده؟ اتحادیه میهنی. شما این توطئه رو که میگی چه شکلیه؟ چون اینا بالفطره خائنن این توطئه رو کردن. توطئه رو بر علیه کی کردن؟ بر علیه کردهای ایران، بر علیه مصطفی سلیمی. توطئه رو بر علیه کی کردن؟ بشریت، بر علیه شیخ الازهر، کعبه، بر علیه خاخامای دنیا. بر علیه کی توطئه کردن اینها؟ تو در اینها را از تلویزیون اینترنشنال مطرح میکنی. کدام توطئه؟ توطئه استرداد این توطئه است. توطئه بر علیه کی؟ آزادی. ببین تو اینجا میدونی یه توطئه هست. شما بر علیه مردم توطئه کردید همتون. شما بر علیه کردیا توطئه کردید. آره اینا رو شما مطرح میکنی، یه مشت مهملات در پی ساختن یک سناریو در ایران اینترنشنال. خانم ازش نمیپرسه، منتر اونجا نشسته داره نگاش میکنه، اجازه میده این استفراغ بکنه تو ذهن مردم. توطئه بر علیه کی؟ کی بر علیه کی؟ این توطئه شما هاست. شماها بر علیه مردم، بر علیه انسانهای قهرمان، بر علیه عمل انقلابی. شماها میزبانشون هستن در واقع احزاب سیاسی کردستان ایران که اونها صحبتی نکنن. در هر صورت من فکر میکنم که فشار آوردن بر برخی احزاب که میزبانشون هستن در واقع احزاب سیاسی کردستان ایران که اونها صحبتی نکنن. فشار آوردن بر احزاب کردستان ایران که میزبانشون هستند که اونها صحبتی نکنند. ببین آقای علی جوانمردی دروغگو، همین تلویزیون ایران اینترنشنال تو میداند. مصطفی هجری حزب دموکرات کردستان ایران 3 سال پیش در نوروزی اعلام راسان کرد. نیروهای مسلح به کردستان فرستاد، همه رو به کشت داد. 85 نفر تا 90 نفر رو به کشت داد. پاسدار هم کشتند. چطور اون موقع میزبان نبودن که الان نمیتونه اظهار نظر بکنه در مورد کی؟ مصطفی سلیمی. اون چطور اون موقع میتونسته نیروی مسلح بفرسته، از پاسدار کشته بگیره و کشته بشه؟ چطور میتونه اخغازی بکنه؟ چطور میتونه گمرکات داشته باشه؟ چطور اینجا نمیتونه نظر بده؟ چون میزبانه. میزبان کجان؟ کسی هم پاسخ نمیده. به اینا گفتن اظهار نظر نکنید. چه کار میکنن مثلا؟ دیگه میزبانیشون رو رد میکنن. چطور طرف راسان میتونه بکنه؟ نمیتونه الان بگه شما چرا یه نفر رو که عضو ما بوده یا هوادار ما بوده پس میفرستید؟ اصلا کرد بوده چرا پس میفرستید؟ حزب دموکرات اصلا نپذیرفته، نمیتونه عمل انقلابی این طرف رو قبول بکنه. نه، حزب دموکرات اونجا هست که ارکان دولت ایرانی پای بر جا بماند، ملت و امت کردی فاسد بشود، تبدیل به قوم و اتنیک بشود و عمل انقلابی رو از بین ببرن. عمل انقلابی تبدیل شده به فعالیت مدنی، جمع‌آوری آشغال‌های سطح شهر، آتش زدن جنگل‌ها و بعد وجود نیروهای جنگل خاموش کن به نام فعالین جامعه مدنی. یادتونه پارسال شریف باجور در آتش سوزی کشته شد؟
این 5 تا حزب افتاده بودن به جون هم سر جنازهش که هیکل سیاسیش رو به تصاحب خودشون در بیارن. حالا کسی نمیشه صاحب مصطفی. میدون چرا؟ چون مصطفی در وسط شهر سقز حمله میکنه یک نفری به مرکز فرماندهی نیروی انتظامی. اینا از این غلطا بکنن دیگه نمیتونن بشینن تو کوه تو سلیمانیه، حقوقشون قطع میشه توسط سپاه پاسداران. چطور راسان میتونه بکنه با هماهنگی سپاه پاسداران؟ نمیتونه از مصطفی سلیمی، چون میهمانن. خب خیلی غلط کردن، میهمانن. اون نمیتونه اونجا دفاع بکنه از یه نفر. چطور خودش دفاع میتونه بکنه؟ برای چی اونجا مهمونه؟ که خانم از نمیپرسه، میذاره ایشون استفراغ بکنه تو ذهن مردم. در هر صورت من فکر میکنم که بعد از پخش 2 فایل صوتی تمام حقایق روشن خواهد شد از زبان خانواده آقای سلیمی و از زبان یک شهروند کرد عراقی شاهد عینی. آقای جهانبندی، آیا اصولا سابقه داشته که اتحادیه میهنی اقلیم کردستان اقدام بکنه به استرداد فرد یا افرادی به ایران؟ کوتاه فرصته. اتحادیه میهنی کردستان خانم کیانی 275 نفر از فعالین سیاسی کرد ایرانی رو در سالهای بین 1373 تا 1382 ترور کرده در همدستی با سپاه پاسداران ایران. اسناد این موجود هست و اگر احزاب کرد ایرانی نمیتونن صحبت کنن به دلیل این هست که چطوری ببخشید میزبانشون هستند اونجا. اتحادیه میهنی ببینید میگه اتحادیه میهنی 275 نفر از اعضای اینها رو کشته. ما میگیم کشته. برای سپاه پاسداران بعد میگه که اینا نمیتونن چیزی بگن چون اینا اونجا میزبانن. توجه میکنید؟ من نفهمیدم اینا میزبانن یا مهمانن. من نفهمیدم این داستان چی شد. اونا اونجا مهمانند. اینایی که نمیتونن از جون خودشون دفاع بکنن چطور راسان میکنن؟ چطور نیروهای مسلح میفرستن با سپاه پاسداران درگیری مستقیم ایجاد میکنن؟ چطور تونستن این کار رو بکنن؟ و چطور نمیتونن با اتحادیه میهنی در بیفتن؟ مگر اینا با ارباب اتحادیه میهنی که ایران باشه در نیفتادن؟ مگه با سپاه پاسداران کشتار نمیکردن؟ مگر اینا عقاب های زاگرس درست نکرده بودن؟ هر کسی رو سپاه پاسداران میخواست حذف کنه میگفت اینا کردن. چطور این تناقضات رو شما چطور پاسخ میدی؟ برای چی اینا اونجا نشستن مثل مرغ عزا و شادی سربریده بشن؟ حالا اتحادیه میهنی چرا نمیاد به تو پاسخ بده؟ شما اتحادیه میهنی رو محکوم کردی به این که 275 نفر از اینا کشته. من اگر جای آقای پاول طالبانی بودم یا لاهور شیخ جنگی کنفرانس مطبوعاتی میذاشتم میگفتم حالا که ما محکومیم به کشتن 275 نفر از شماها 10 تا 275 دیگه از تو میکشیم. تا چه غلطی میخوای بکنی؟ نه اینا عقل ندارن جواب شما رو بدن. حالا برمیگردیم به افاضات شما که در این تلویزیون کردی و فایل هایی که پخش کردی. کردستان دارای روابط تنگاتنگ با جمهوری اسلامی هست و دیگه کمتر کسی مونده که این رو ندونه، مخصوصا شاخه‌ای از اتحادیه میهنی کردستان که به تازگی جانشینی جلال طالبانی دبیر کل فقید این حزب رو بر عهده گرفتن. ببینید داستان مشخص شد. اتحادیه میهنی شد بخشی از اتحادیه میهنی. حالا شد کی؟ مخصوصاً کسانی که امروز جای رهبر فقید اتحادیه میهنی آدم کشه، خائن، کرد کشه، پوفیوز همکار جمهوری اسلامی، حالا رهبر فقیدش مرده، 2 تا خائن اونجا نشستن، یکیش پسرشه یکی برادرزادشه. این 2 تا همه کارن. اینا میگن اینجا حلیم کردستانه، اقلیم کردستانه. این اقلیم کردستان معلوم نیست چند تا اقلیمه، 20 اقلیمه، 30 اقلیمه. اینا به خودشون میگن رهبر اقلیم کردستان، نخست وزیر اقلیم کردستان. حالا
ظاهرا در قسمت سلیمانی که زیر بار اینا نمیره. دوست عزیز ببین، طالبان به حکومت دست نشانده افغانستان میگه شهرداری کابل، تو چرا به خودت نمیگی شهرداری هولر؟ چرا این عنوان احمقانه حکومت اقلیم رو به خودت یدک میکشی، به خودت دادی و به عنوان تایتل به خودت نصب کردی؟ چرا این کار میکنی؟ تو که هیچ کاری نمیتونی بکنی. بعد تو ادعا میکنی هیئت حقیقتیاب یافتی. تو اصولا نمیتونی بری اونجا هیچ کاری بکنی، هیچ غلطی نمیتونی بکنی. تو اون آسایش و مرکز فرماندهی کسی نیست به تو گزارش بده. تو چطور حقیقت رو میخوای بیابی؟ حالا که حقیقت یافتی چه کار میکنی؟ چه کار اجرایی میکنی؟ چی از دستت برمیاد؟ بابا اینجا ظاهرا 20 تا اقلیمه، اصلا مشخص نیست این عنوانهای مسخره رو کی از کجا آورده؟ این توهمات رو کی میخواد تو ذهنت کی بکنه؟ در ارتباط تنگاتنگ و همکاری تنگاتنگ با سپاه قدس و با جمهوری اسلامی هستند و هیچگاه هم این رو مخفی نکردند و جزو افتخارات خودشون دونستند. سردار سلیمانی رو به عنوان یک الگو و فردی بسیار بسیار شجاع و قابل در واقع تقلید در کردستان عراق نام بردن. این رو تمامی کردها در دو بخش ایران و عراق کاملا میدونن. خب پس سناریوی علی جوانمردی رو در ایران اینترنشنال شنیدید. علی جوانمردی گفتن که این آقای مصطفی سلیمی در خاک کردستان عراق در منطقه پنجوین بودن، در روستای گرمک 6 روز پیش در روستای گرمک بودن، همراه با چند نفر به طرف پنجوین میرن. در پنجوین توسط آسایش یا امنیت پنجوین دستگیر میشن تحت عنوان تست کرونا. ببینید سوال اینجا بود، آسایش یک آدم قاچاق بی برگه های هویتی رو میگیره، چرا باید بهش بگه میخوام تست کرونات بکنم؟ این اون دروغه. ببین نه وقتی میخوان مردم رو تحمیق بکنن دروغ‌های احمقانه میگن. سطح مردم و IQ مردم رو به اندازه IQ خودشون در نظر میگیرن. اینا IQ در حد مرغ پخته. خب میخواد داستان پردازی بکنه، 4 دقیقه نمیتونه صحبت کنه، 20 تا تناقض تو حرفاش میفته. از این سناریوهای احمقانه‌ای که مطرح میکنه و تریبون ایران اینترنشنال براش تایید میکنه. حالا ایران اینترنشنال اون فایل هایی که این آقا استناد بهش میکنه رو پخش کرده و ترجمه کرده. پس یادتونه از ایشون گفت که این آقا کسی ظاهراً پذیراش بوده در گن. پذیرا یعنی منتظرش بوده بیاد، مهمانداری ازش کرده، همدیگر میشناختن. پس با اینا راه افتاده فرار کنه، رفته به طرف پنجوین و اونجا در پنجوین این رو دستگیر کردن در آسایش. حالا تحت چه عنوانی؟ تحت عنوانی که میخوایم تست کرونا ازت بگیریم. حالا اون شخص سیروان محمد امین صحبت میکنه. سیروان محمد امین، ایران اینترنشنال اینو پخش میکنه. واقعیتش موضوع اینه که این روزا به خاطر ویروس کرونا هر فردی که از ایران وارد اقلیم کردستان بشه باید حتما تست بده. اینجا نه کسی حاضر ایرانی ها رو خونش ببره، نه سوار ماشین کنه، نه هیچی. خودش برامون کاملا توضیح داد که زندانی بوده و شرایطش چطور. اینجا میگه خودش برامون توضیح داد که زندانی بوده و شرایطش چطور بوده. هیچ آشنایی موجود نیست. اینا هم دیگر نمیشناسن. اونم پذیرای این آقا نبوده. این سیروان محمد امین کیه که خبر رو داده به علی جوانمردی؟ مسند خبر این آقای علی جوانمردی این فرد اطلاعاتی جمهوری اسلامیه. این سیروان محمد امین. این سیروان محمد امین میره سراغ تریبون آقای جوانمردی. آقای جوانمردی تریبون سپاه پاسدارانه، باید از طریق اون منتشر بشه. این آقا نمیره خبر رو بده به حکومت حلیم. این آقا نمیره مخابره بکنه خبر رو به دستگاه های میدیایی اونجا. به کی؟ به علی جوانمردی میده. حالا داره سناریو رو تعریف میکنه. میگه گفتیم که ایرانی ها نمیتونن بیان اینجا، واسه تست کرونا بدن. هیچ کسی اینا رو خونه نمیبره، سوار ماشین نمیکنه. این داره اینو میگه. گوش کنید.
ولی ما بهش گفتیم متاسفانه اگه خونه هر کدوم از ما بیاد، خودش و خانواده ما رو هم با خودشون میبرن برای آزمایش. ببین این آقا را به عنوان شاهد آوردن که این مطلب رو تایید بکنه. این آقا داره مشتی دروغ میگه. گفتیم اگه تو بیایی به خونه های ما، وقت ما رو خانواده هامون رو میبرن برای تست کرونا. ببینید، اولا قوانین کرونا برای تردد، برای در خانه ماندن نیست. دوما این آقا اگه زندانی تحت تعقیب و حکم اعدامی بود، تو هر اخلاقی که اخلاق انسانی مینامیش، به تو این مجال رو میداد که این آقا رو مخفی کنی و نکردی. اگر این آقا از تو خواسته این کار رو بکنی، تو میگفتی نه من نمیتونم و این آقا در میگذشت از تو، ولی تو این آقا رو ول نمی کنی. تو به این آقا میگی الا بایستی آزمایش کرونا بدی، تو بایستی خودت تحویل بدی به آسایش. تو چه کاره ای؟ حالا به این میرسیم. خاطر همین قانعش کردیم که اداره آسایش فقط میبردش و یک آزمایش کرونا ازش میگیره. به همین خاطر قانعش کردیم که اداره آسایش میبردش و یه آزمایش کرونا ازش میگیره. یعنی اینها زنگ زدن آسایش بیاد اینو بگیره. علی جوانمردی گفت چی؟ علی جوانمردی گفت این از گرمک سوار ماشین شده رفته در پنجوین گرفتنش، همراه عده‌ای به پنجوین رفته گرفتنش. این شاهد سیروان محمد امین، این آقا که به گفته آقای جوانمردی استناد به فایل صحبت‌های اینها داشت خبر خودش رو تایید و مستند میکرد، میگه که اون وضعیت خودشو برامون گفت. اون گفت زندانی بوده، حکم اعدام داشته، ولی ما بهش گفتیم ببین ما نمیتونیم تو رو ببینیم خونه خودمون و بهش گفتیم ببین بایستی بری تست کرونا بدیم. قانعش کردیم که آسایش تو رو میبره بعد ولت میکنه. چرا بایستی طرف رو قانع بکنی؟ تو کی هستی طرف رو قانع بکنی؟ تو اگر عامل وزارت اطلاعات نیستی و قرار نبود سناریو رو اینطوری نچیده بودید که این طرف که پاسش دادید به کردستان عراق، بعد از این که مطمئن شدید در کردستان عراق سناریو رو بچینید، دستگیر کنید، بیارید ببرید. حالا میرسیم به این داستان. همه ما شهروندان اقلیم کردستان هم تست دادیم. آسایش ببین دروغ میگه. ایران اینترنشنال نمیپرسه چطوری 3.5 میلیون نفر کردستان عراق رو حکومت اقلیم کردستان تست کرونا گرفته. یک تلفن سرانگشتی میتونست به شما ثابت بکنه که اینها تست کرونا از هیچ کسی نگرفتن. این تعداد کیت هم ندارن. چرا این چاخان رو میکنه؟ شاهد دروغگو، شاهد امنیتی پاسدار در تلویزیون بیت رهبری ایران اینترنشنال داره سناریوی علی جوانمردی سپاه پاسداران و همپالگی های منطقه‌ایش رو در مورد مرگ قهرمان مصطفی سلیمی پیاده میکنه. کسی سوال نمیکنه. علی جوانمردی حرفای خودش رو مستدل کرد به این سند. مگر نه ایران اینترنشنال مگر به این سند نبود؟ دو سناریوی کاملا متفاوت، دروغ‌های شاخدار بزرگ. تمام مردم کردستان عراق تست کرونا دادن. برید بپرسید. اومد سوار ماشینش کردن و گفتن اصلا نگران نباشی. یه تست بهش اومد سوار ماشینش کردن و گفتن اصلا تست دادیم. آسایش اومد سوار ماشینش کردن و گفتن اصلا نگران نباشی. یه تست ازش میگیریم بعد هر جا خواست بره. ببین آسایش اومد، اینا زنگ زدن آسایش اومده. اینا معلوم نیست کیا هستن. آسایش اومد بعد گفتم ما کاریش نداریم، میبریم یه تست کرونا میگیریم بعد هر جا دلش خواست بره. چرا این حرفای احمقانه را از تلویزیون میزنه؟ چرا تلویزیون اینترنشنال این فایل ها رو میذاره، هیچ تحقیقی نمیکنه و به دنبال ذهنیت سازی و چسباندن این پروژه هستن؟ چرا این کار رو میکنن؟ خب پس نه اونجوری که علی جوانمردی گفت ایشون با چند نفر به طرف پنجوین نرفته که اونجا آسایش دستگیرش بکنه طبق همون سندی که خود جوانمردی پخش کرده. این آقا
اینا زنگ زدن، آسایش اومده اینو برده، از گرمک برده. واقعا ما متاسفیم، نمیدونستیم آخر ماجرا اینجوری میشه. بعد این شاهد نامرد بیشرف میگه که من به اندازه یک دنیا ناراحت هستم، سوگند به کلام خداوند، من نمیدونستم عاقبتش این شکلی میشه. طرف به تو گفته پدر سوخته، من زندانی بودم، حکم اعدام داشتم، فرار کردم، تو نمیدانستی عاقبتش این میشه. تو به عنوان یه روستایی پدر سوخته چه کاره بودی؟ این رو لوش دادی. تو چرا ولش نکردی بره؟ به تو چه؟ خونه بهش ندادی، جا بهش ندادی، نبردیش پنجوین، چرا اینو ولش نکردی؟ به تو چه؟ تو چرا قانعش کردی؟ گیرش دادی، میگه قانعش کردیم، دروغ میگه، کلا سرش گول سرش مالوندم، منتظرش کردن تا آسایش بیاد. بعد میخواد سناریو رو درستش بکنه این پدر سوخته سیروان محمد امین. میگه که آسایش به ما گفت تو کی هستی بهت بگه، تو خیلی مردی، تو دفاع ازش میگه، ما میبریم این آزمایش کروناش میکنیم ولش میکنیم. سناریوی آبکی احمقانه در یک تلویزیون بی آبرو بدون حفظ کردن موازین حرفه‌ای خودش هم تبدیل اصلا این تریبون بیت‌های رهبری لحظه‌ای فکر نمی‌کنن که امکان داره کسانی این چرندیات اینها رو پخش بکنن. نه، اخبار اینها رو تعقیب نمی‌کنن، مگر این مسائلی حساس بشه، بولد بشه، مجبور بشن برم تناقضات اینا رو در بیارم. اینا تمام روز مشغول پخش افاضات و دروغ و لجن پراکنی و ذهنیت سازی هستن برای دولت ایرانی. حالا فایل دوم. از زندان زنگ زدند و گفتند که خانواده مصطفی سلیمی برای ملاقات بیان. همراه با خواهرش، برادرها و پسرش رفتیم و در حیاط زندان دیدیمش. به هر کدام از ما حدود 3 دقیقه فرصت دیدار دادند. بعد از ملاقات از خواهرها، برادرها و پسرش تعهدنامه گرفتند که اگر در چند روز آینده هر اتفاقی افتاد به هیچ وجه حق ندارند با هیچ رسانه‌ای گفتگو کرده یا خبررسانی کنند. روز جمعه توجه میکنین؟ هر اتفاقی افتاد، چه اتفاقی افتاد، با هیچ خبرگزاری صحبت نبایستی بکنید. اداره امنیت اقلیم کردستان در روستای گرمک دستگیر و سپس به اداره منطقه پینجوین در شمال عراق منتقل شد. مصطفی سلیمی به مسئولین اداره آسایش تمام مشخصات خودش رو داده بود و به اونها گفته بود که زندانی سیاسی بوده، فرار کرده و به اونها گفته بود اگر تحویل جمهوری اسلامی داده بشه اعدامش میکنند. با تمام اینها پیشمرگان اتحادیه میهنی کردستان عراق اون رو به مرز بانا آوردند و به ایران تحویل دادند. بعد به سقز برگردونده شد. کمال کریمی از حزب دموکرات کردستان ما قول داده بود. گفت با اداره امنیت کردستان عراق صحبت کردند و از اونها قول گرفتند اگر مصطفی سلیمی به خاک عراق برسه جانش در امان خواهد بود. اونا خوب میدونستند که سلیمی زندانی سیاسیه و از زندان فرار کرده. بعد از اعدامش کمال کریمی به ما گفت یه اشتباه کوچیک کرده و یادش رفته به آسایش خبر بده. به همین سادگی. اونها خوب میدونستند که سلیمی 17 سال در زندان بوده و اداره اطلاعات و امنیت اقلیم کردستان نامش رو در لیستش داشت. خب آنچه شما شنیدید داستان دستگیری ایشون رو با اون سناریوی علی جوانمردی متفاوت بود. ایشون هم گفتن در روستای گرمک نیروهای امنیتی کردستان عراق میرن دستگیرش میکنن. نمیگه چطور، کی خبر داد میرن این رو دستگیر میکنن. این سیروان محمد امین آدم فروش جاسوس دولت ایرانی. بعد اینجا یقه کمال کریمی رو میگیره، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان. میگه کمال کریمی گفته بود این پاش به کردستان عراق برسه در امنیت
بیاد اینور. ببینید این جوریه که طرف رو به دام میندازن. طرف به دام افتاده. بعد میگه بعد از اینکه اعدامش کردن گفت که من یادم رفته، اشتباه کوچیکی صورت گرفته، من یادم رفته بگم. شما اینجا میبینید این طرفی رو که آزاد کردن آقای مصطفی رو هدایت کردن به طرف کردستان توسط این اعضای، توسط این حزب ها هدایت کردن، کشوندن اونجا، بعد دستگیرش میکنن و بعد استرداد میدن به ایران و ایران 24 ساعته اعدام میکنه. حالا کجا این سناریوهای اینا ایراد داشت؟ ببینید این مگر علی جوانمردی در همین تلویزیون نمیگه لاهور، شیخ جنگی و پاول طالبانی دیگه خیلی خیلی نوکران ایرانند. جمهوری اسلامی چرا بایستی موقعیت اینها را متزلزل بکنه با اعدام 24 ساعته آقای مصطفی سلیمی؟ جمهوری اسلامی 17 سال آقای مصطفی سلیمی را اعدام نکرده بود. 3 ماه هم صبر میکرد. آبا از آسیاب میافتاد، اعدامش میکرد. چرا صحبت شما متناقضه؟ دروغ دارید میگید. تو داری در یک برنامه‌ای که دولت ایرانی درست کرده شرکت میکنی، تو یه چیزی گیرت میاد، بقیه چیزی گیرشون میاد، عواطف عمومی مردم رو تحریک میکنی، کرد و این کردوار رو ما رو تقسیم میکنید به کورپوریشن هاش، عراقی و ایرانی، ایجاد تنفر و فیما بین مردم میکنید. شما عمل انقلابی رو تقبیح میکنید، سرکوب میکنید و در کنارش تصفیه حسابهای درونی میکنید برای دولت ایرانی، با خون مردم و کرد، با احساسات مردم و کرد. شما مشتی یاوه پخش کردی تحت عنوان سند با هم متناقض. این اون داستانه. تو به دنبال هیچ حقیقتی نیستی. ایران اینترنشنال با آقای علی جوانمردی، شماها به دنبال حقیقت جیبتونید، نه هیچ حقیقت دیگه ای، نه هیچ انسانیتی، هیچ مبارزه ای. یه مشت دروغگوی یاوه‌گو. یعنی جای شرم داره. شما فکر میکنین مردم حافظه ندارن، مردم نمیفهمن این اراجیفی رو که شما پخش میکنین، نمیفهمن. چرا؟ خوب میفهمن. شما از کجا آمدید؟ کی ساپورتتان میکند؟ ضرورت وجودیتون چیه؟ برای چی درست شدید؟ این اون داستانه و امیدوارم که مردم ما آگاه باشن به این امورات. ما با یه مشت احمق روبرو هستیم، یه مشت دهاتی، به یه مشت دهاتی منش. ببینید در این سرزمین اینها هیچ وقت یک انسان پیچیده پیدا نمیشه. چرا؟ چون یه مشت دهاتی هن. یه مشت دهاتی منشن. اینا یه رمان بهشون بده دیوانه میشن. نمیتونن 10 تا کاراکتر رو با هم هضم بکنن. نمیفهمن. بعد به خاطر سناریوها به این حماقتی که پخش میکنن از تلویزیون های پربیننده بیت رهبریشون، این اپوزیسیون احمق و این سلیبریتی های برساخته نهادهای امنیتی، این اون رسوایی که بایستی از اینها میشد. و شماها فکر نکنید تریبون های گنده تلویزیونی تو مخاطب بسیار داره. کلام حق ما بنیان دروغ شما را از بین میبره. حالا ایران اینترنشنال پدر سوخته بیت رهبری بره پاسخ بده بابت اراجیفی که پخش کرده از این تحت نام تلویزیون. تو خبرنگار داری پدر سوخته، تو تریبون موضع بیت رهبری هستی برای نابودی مردم این سرزمین ما، این کلان کردوار. چون برای این اومدید. شبتون خوش.